اگر جهالت اینا رو دیدید و از 1000 تا 1100 شمردنشون و دروغ‌ها و تلبیس‌ها و خیانتشون، منافقت این قوم رو هم ببینید. اینها اصلاً، یعنی من تعجب میکنم منافقینی که زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن که الله سبحانه و تعالی مکان اونها رو در اسفل السافلین در جهنم بیان میکنه، اینها در کجا خواهند بود؟ این کلیپ رو با هم ببینیم. هر زنم حقیقت داشته باشه، یک افراد تندرو، یک افرادی که بویی از تشیع نبرده، علنا داریم میگیم، اون کسانی که همچه کاری دارن میکنن به هر مقامی به هر شخصیتی وابسته باشن، ما اعلام میکنیم اونهایی که امروز شعار سب و شتم خلفا و یا صحابه را سر میدهند، اینها نه با امام صادق ارتباط دارن، نه با امام زمان، نه با مرجعیت شیعه. این در مکانی بود که مثلا بیننده تماس گرفته، یک اهل سنتی هست میگه شما به اهل سنت توهین کردید و فلان شبکه توهین کرده فلان، این میاد این حرفو میزنه. وقتی که داغ میشه تو برنامه داره صحبت میکنه، فراموش میکنه که چی گفته و اهل سنت کی هستن و مقدسات اهل سنت چی است. این کلیپ رو با هم ببینیم. یعنی امیرالمؤمنین در اون خطبه کاملا عدم ایمان معاویه و ابو طلحه و زبیر و عایشه و اینها اهل آتشن، در همون خطبه ششم نهج البلاغه مطرح کرده. یعنی در خطبه ششم نهج البلاغه عدم ایمان و جهنمی بودن عایشه و طلحه و زبیر و اینها رو حضرت علی تصریح کرده. این حرف چون تصور بکنید نفاق این آخوند رو در یک برنامه چی میگه و این کلیپی که به اصطلاح توهین میکنه به صحابه، این کلیپ های قدیمش هست که ما در آرشیف شبکه داشتیم. این نفاق این شخص رو نشون میده که چطور در یه برنامه میگه که هر کس که سب و لعن و توهین بکنه، اینها نه با تشیع ارتباط دارن، نه با اهل بیت و نه با مراجع. حالا در مورد خودشون شما قضاوت بکنید که با کی ارتباط داره.